اینجا شهر باستانی پومپئی در جنوب ایتالیا است که 2000 سال پیش اهالی اون سنگ شدن. چطور؟ الان براتون توضیح میدم. شهر پومپئی در سال 79 میلادی در پی فوران کوه آتشفشان وزوویو در زیر مواد مذاب و خاکستر مدفون شد. انفجارهای دهشتناک آتشفشانی این کوه اونقدر ناگهانی روی داد که فرصت فرار را از اهالی اون گرفت و اونها را به سنگ تبدیل کرد. هر سال نزدیک به 4 میلیون گردشگر از شهر سوخته پومپئی که آثار تاریخی زیادی از اون باقی مونده دیدن میکنن که شگفت‌انگیزترین این بقایا جسدهای سنگی مردم این شهره. پس از انفجار کوه آتشفشان بسیاری از اهالی شهر سعی کردند از منازل خود فرار کنند، اما بارش بارانی از خاکستر داغ و گدازه‌های آتشین مانع از فرار اونها شد. این هم یک کودکی که سنگ شده. در زمان وقوع آتشفشان در شهر پومپئی شماری از اجساد قربانیان در میان 2 لایه خاکستر محصور شدند. این لایه‌های خاکستر به سرعت سخت و به سنگ تبدیل شدند و با وجود اون که جسدی که در داخل اون قرار داشت به مرور زمان متلاشی شد، اما استخوان‌ها و طرح بیرونی اون در میان 2 لایه خاکستر محفوظ ماند. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری تک نفره، شهر باستانی پومپئی، جنوب ایتالیا.